همچون حریف اساسی خود در بازی دوستانه البته میدوند نپال در این دوره که روزهای فیفا است و تیم‌های ملی همیشه در بازی میکند و به این خاطر با هیئت دسته منتخب نپال برای بازی دوستانه با تیم تاجیکستان و افغانستان تعیین کرده شد. سپتامبر تیم ما در جام مردکا در شهر کوالالامپور مالایزیا بازی کرده بود. دو بازی منوچهر جلیلوف و همچنین دلشاد وصیف پیروز شدند و یک ضربه بسیار هم خوبی پرویز جان مربویف. 6 نفر شماره آنها با بازیگزاری بسیار خوب علیشهر جلیلوف و ضربه از مسافه نزدیک. ادامه حمله فوتبالبازان ما احسان پنجشنبه پرتاب خیلی هم بلند و توپ از میدان بیرون میشه. ادامه حمله فوتبالبازان ما پرتاب جلیمگا ولی باز هم فوتبالبازان نپال این وضعیت رو برطرف میکنن. یک ضربه دیگر جانبی دروازه نپال. فوتبالبازان ما منوچهر سفارف و پرتاب جلیمگا یک وضعیت خوبی گذاری ضربه و گل. در دقیقه 18 رقابت شیروانی محمدشاه حساب بازی رو میکشاید بعد از فوتبال آسیا باشه. خب ببینید چگونه یک بازیگزاری خوب هم بود. علیشهر جلیلوف و شهرام سمیف اندکی علاقه رو با جلیمگاه انتظاریم. ارسال توپ و ضربه از مسافه دور. ببینید چگونه ضربه خوب زده میشه. سوکل و باکلوف باید بعد از این بازی برگردد با هیئت دسته اوفا. ادامه حمله فوتبالبازان ما و داور اشاره میکند که پنالتی با حرکت‌های فوتبالباز رقم 2 متوجه میشه. با دست چپ برای محمدشاه ضربه زده است. حمایتگر دسته نپال ضربه علیشهر جلیلوف رو ضربه و اما ضربه او با گل انجام نمی‌یابد و دوباره علیشهر جلیلوف ضربه رو اجرا میکند. شد به این خاطر علیشهر جلیلوف دوباره توانست توپ رو بعد در این دروازه روان کند و حساب رو 2-0 نماید. متوجه شویم موضوع یک وضعیت بسیار خطرناک در نزد دروازه ما و ضربه نخستین. ادامه حمله فوتبالبازان ما یک ضربه دیگر از جانب شهرام سمیف ولی دروازه ارسال توپ به کنار راستی میدان منوچهر سفارف. اولو احسانی پنجشنبه یک ارسال نوبتی دیگر ضربه با سر و گل. حساب 3-0 دوبلی شیروانی محمدشاهف در بازی پرتاب احسانی پنجشنبه بسیار موفق و درست موقع گرفتنی ششم پرتاب نزد دروازه ما وضعیت بسیار خطرناک و الک باکلوف در دقیقه بعدی بدن ایواز میکرد فوتبالبازان اساسی رو. ادامه حمله فوتبالبازان ما مربویف ضربه خیلی هم سخت و علیشهر جلیلوف حساب 4-0 با پرویز جان مربویف. 3 نفر حالا در گل‌های تیم ملی ما پاس‌های گل‌آور انجام میدهند در رقابت دوستانه مقابل وحدت اناناف. پرتاب خیلی بلند و رستم ساییروف حالا ضربه او و دروازه‌بان 34 ساله نپال این ضربه حالا دلیل شریفوف با تو موقعیت بسیار خوب پسی خیلی عالی هم انجام شود و منوچهر جلیلوف ارسال توپ از جانب منوچهر ضربه و گل اما افساید. پرتاب زمینی انجام شد جانب دروازه الک باکلوف ولی دروازه‌بان پرتاب بی‌نهایت بلند با رستم ساییروف ولی دروازه‌بان نپال باز هم به پیش می‌شود. المرادف پرتاب بلندی و ضربه فوتبالبازان دسته ما منوچهر جلیلوف پرتاب نزد دروازه دسته نپال اما از این فرصت نپال امکانیت ادامه دادن حمله هست و ضربه علیشهر شکوروف ولی تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می‌شود و صدای اشتکی دوار از